اینجا جایی هست که نان میگیرن. سلام. خوب هستی؟ بله. نامک چیست؟ یاسمن. چی؟ یاسمن. یاسمن. نان گرفتی؟ بله. خب آلی رو با چند نفر گرفتی؟ 3 نفر. با 3 نفر؟ بله. خب چی هست آل دبای نزی؟ گوشت با برنج. گوشت با برنج. آفرین چقدر شیرین زبان هستی. خب آلی با 3 نفر باز بس میکنه؟ بله دیگه چون 3 نفریم خب آلی یک چیز دیگه، از صبح تا بال چیز خورده بودی؟ بله. چی خورده بودی؟ آب خوردم دیگه، صبحانه خوردم. آفرین. همین. نام خدا نام خدا. گوشنام شدی زود برو که دگام گوشنه نشی سعیز. بله. یک چیز دیگه در ایران مکتب میرفتی؟ بله. صنف چند؟ 4. حالا یک چیز دیگه رو بگو. خفه هستی که در وطن آمدی یا خوش؟ بله. گفتم خفه هستی که در وطن هستی یا خوش هستی؟ خیلی خوشم. خوش هستی؟ چون وطن خودم دیگه. بله. آفرین آفرین. برای خوانده‌کایت کدام گپ نداری بگویی؟ میخوام بگم که هیچ وقت از شهر خودتون فرار نکنه. درسته بده ولی شهر خودته، مثل خونه خودته. برو